سلام. ببین این ویدیو پشت پرده یه مدرس توسعه فردی هست که منم و میخوام بگم که پشت پرده زندگیم چیه، یه سری چیزایی که شاید تو ویدیوهای اصلیم نمیگم. این چنل یوتیوب هم که اینجا داریم چنل یوتیوب اصلی من نیست، پیجم هم این اطلاع رسانی نشده، اصلا کلا یه جوره محرمانه است که دارم میگم وضعیت خودم در تاریخ چندمی امروز، پنجم فکر کنم ششمی، 6 خرداد 1403. آقا من تو این وضعیت یه دوره دارم به نام دوره مدیتیشن. خب یعنی فکر کنم اردیبهشت رو نمایش کردم، اینو یه تعدادی از من که خریدن دوره رو براشون آماده کردم برای مخاطبینم. بعد حالا دغدغه‌ای که دارم اینه، یعنی دارم دغدغه‌هامو میگم. من یه پیج حدوداً 40 کایی دارم تو اینستاگرام، فقط با ریلز اومدم بالا، یعنی مرتب ریلز گذاشتم اومدم بالا. و بعد حالا یکم از خودم بگم، بعدش حالا میریم کمی حالا هوای ذهنمو میگم. بعد یه چیز دیگه که هست اینه که یه سایتی دارم، یه چنل یوتیوب دارم، خیلی بزرگ نیست، فکر کنم 10 نفر فالوش میکنن، دنبالش میکنن. بعد دیگه اینستاگرام توی یه پلتفرم ایرانی هست به نام ایتا، اونجا هم حدوداً 12,000 تا مخاطب دارم و دوره‌ای که الان دارم میفروشم و برای ارائه دارم دوره مدیتیشنه. خب دوره مدیتیشن خیلی دوستش دارم این دوره رو. بعد حالا اون فکری که من امروز به ذهنم بوده چی بوده؟ اینکه من ذهنم درگیر اینه که این دوره با این قیمت خیلی پایین، مثلا قیمت دوره من الان سری قبل دادمش 189، ولی واقعا خیلی پایینه، یعنی با توجه به امکاناتی که داریم میدیم پایینه. بعد حالا میخوام ببرمش رو 290. بعضیا به من میگن که آقا این قیمت دوره رو ببر روی 1 میلیون، ولی من حالا فعلا روی 290 بردمش. شاید این به خاطر ذهن محدود من. ببین من که از دلایلی که این ویدیو رو دارم ضبط میکنم اینه که چند سال دیگه بیام ببینمش، بعد گذشته خودم رو قشنگ ببینم، مکتوب باشه، هم برای خودم هم برای بقیه شاید آموزنده باشه که مثلا من مطمئنم رشد میکنم، من مطمئنم یه روزی تغییر میکنم، یه روزی وضعیت درآمدیم خیلی الان راضی اما از این خیلی بیشتر میشه، چون هنوز به اون چیزی که تو ذهنم هنوز نرسیدم. خب هنوز من به اون هدفی که میخواستم نرسیدم. حالا دارم چی میگم؟ این که آقا من هدفم چیه؟ داشتم میگفتم که آقا من یه دوره‌ای دارم، دوره مدیتیشن دادم 189,000 تومان، یعنی واقعا خیلی کمه. هر کسی هم میبینه میگه خیلی کمه. بعد با کسایی که دارم صحبت میکنم میگن حداقل باید 1 میلیون باشه قیمت دوره حدوداً 21 روز است. ولی فعلا شاید به خاطر ذهنیت خودم گفتم 290، میخوام همینجور امکاناتشو بیشتر و بیشتر و بیشتر کنم تا برسه به نقطه‌ای که بفروشمش 1 میلیون تومان. حالا این یه نکته. یه بحث دیگه که هست اینه که من دلم میخواد یه دوره‌ای داشته باشم، خدمات فوق‌العاده‌ای بدم. این افکار منه ها، یعنی من توی این تاریخ این فکر رو خیلی مشغولم کرده. با یکی از دوستام صحبت کردم، آقای مخبریان فر، خب حالا دیگه اسمش هم گفتم، باهاش صحبت کردم، میگفت که ببین تو باید دوره‌های گرون قیمت تر بفروشی، تو چون تخصصت خوبه و اینا. حالا ببین این ویدیویی که من دارم میگیرم نمیخوام شو آفی کنم، نمیخوام چیزی بگم، با توجه به تخصصم میگفت ببین تو مثلا دوره 9 میلیونی میتونی بذاری، 10 میلیونی میتونی بذاری، با دوره‌های ارزون قیمت به پول نمیرسی و اون وقتی به پولم نمیرسی نمیتونی خدمات خیلی ویژه بدی. واقعا همینه. یعنی ببین من اگه دوره آموزشی میفروشم، اگه به درآمد خیلی بالا برسم، مثلا 2-3 میلیارد رو تاچ کنم، هنوز به میلیارد نرسیدم راستش بخوای، خب به 1 میلیارد برسم، چی میشه؟ اتفاقی که میفته اینه که من میتونم یه سری خدمات اضافه بدم، یه سری آموزش‌های ویژه‌تر ببینم، یه سری چیزایی رو ببینم که الان نمیتونم با این وضع درآمدی الان برم مثلا چند تا سفر خارجی برم، چند تا دوره خارجی ببینم. خب و اون میگه که آقا قیمت دوراتو بیار بالا، تخصصت هم میتونی ببری بالاتر، بعد بیشتر هم میتونی بفروشی، برندت هم قوی‌تر میشه. حالا فعلا ما هدفمون چیه؟ یعنی ببین میخوام یه چیزی بگم، اگه تو میخوای وارد مسیر آموزش دادن بشی یکی از چیزایی که منو امروز داره اذیت میکنه، میخوام بهت بگم که شاید به تو این ویدیو کمک کنه تو دچار این باگ نشی. من شاید خودم الان تو این باگم دارم به تو میگم که آقا تو این باگ نیا، یا تو حواست به این باشه. شاید من خودم نتونم از توش الان در بیام، دارم الان همین ویدیو گرفتنه، همین که نوشتم، همین که مدیتیشن کردم، اینا بهم کمک کرده که آگاه بشم، یعنی غرق اون خب آقا من گوشیم یه لحظه حافظش پر شد، چون با دوربین فیلم نمیگیرم، با گوشیم دارم فیلم میگیرم، دوربینم هم اینجا نیست.
دیگه قطع شد، دیگه رفتیم اومدیم. حالا بخواستم اینو بگم خیلی خلاصه، چون حجم حافظه گوشیم پره، هرچی هم میریزم تو لپتاپ دوباره پر میشه، هرچی خالیش میکنم خیلی فایل جابجا میکنم. حالا ولش. آقا ببین، مشکلی که من الان دارم تو خودم میبینم، میخوام که تو اینو تو خودت کمتر داشته باشی. من خودم الان از این ویدیو میخوام رو خودم کار کنم، چون میخوام تو این ویدیو بیام بهتون گزارش بدم که من دارم چی کار میکنم، چه تغییراتی کردم، چقدر بهتر شدم. بعد آره ببین گوش کن، تو باید رو خودت کار کنی. خب رو خودت کار کنی، رو شخصیتت کار کنی، رو ذهنیتت کار کنی که آقا یه کاری، مثلا ببین تو یه موضوع انتخاب میکنی تو تدریس، تو یه مدرس توسعه فردی هستی، تو یه کسی هستی که داری یه چیزی آموزش میدی، تو یه بیزینسی داری، حواست باشه هی توجهت نره که آقا محصول بقیه چیه. یعنی ببین من این مشکل رو به نظر خودم دارم، یعنی مرتب محصول عوض کردم. اگه روی محصولی من یه زمانی در حد فوق تخصص، باور کنید تو بحث عادت‌ها جلو رفتم، ولش کردم رفتم رو بحث شکرگزاری، دوباره ولش کردم اومدم رو بحث روابط، دوباره ولش کردم اومدم روی تمرکز، روی بحث سرخیزی، دوباره ولش کردم الان روی مدیتیشنم. میخوام واقعا روی چیزی بمونم. یکی از مشکلاتی که من الان دارم اینه که هی تعویض میکنم، هی عوض میکنم. این ویدیو رو میگیرم که بمونه به یادگار که تو اگه داری هی موضوع عوض میکنی، اصلا تو هر کار دیگه هستی آقا داری هی عوض میکنی، هی تغییر مسیر میدی، یادت باشه این ذهن توئه که داره تو رو گول میزنه. اگه تو هی تمرکزت بره رو بقیه، هیچ وقت استمرار نداره توی مسیر، هیچ وقت نمیتونی توی مسیر تا تهش بری. چون هر مسیریو که تو شروع کنی هی ذهنت میگه اون بغلی رو ببین، مثلا اونو ببین، اون براش داره مثلا این دوره‌ای که داره میفروشه خیلی بهتر از دوره تو، این موضوعی که اون داره پرطرفدارتره. خب ببین بخشی واقعا من دارم اینجا واقعیت رو به شما میگم، یه بخشیش فروشه دیگه. من میخوام به فروش برسم، واقعا ته قلب من اینه. من به پول زیاد برسم علاقه خیلی زیاد ندارم مثلا برم یه بی ام و بگیرم، یه ویلای تو شمال بگیرم. دلم میخواد برم تجربه کنم، دلم میخواد برم آموزش بیشتر ببینم، دلم میخواد برم بیشتر یاد بگیرم که بیام بتونم بیشتر ارزش خلق کنم. خب یعنی من پول واقعا قشنگیش برای من اینه. حالا وقتی تو مسیر آموزش دادن یا هر کسب و کاری یا هر چیزی ذهنت هی میره سمت بقیه، این نمیذاره تمرکز کنی، این نمیذاره. مثل اینه که تو ذره‌بین رو برداشتی میخوای بندازی یه جایی رو بسوزونی با نور خورشید، هی داری اینور اونورش میاد، خب تو هی تکونش میدی هیچ اتفاقی نمیافته. آقا این ویدیو رو گفتم که تو تاریخ 6 خرداد 1403 من یه مشکلی دارم که تمرکز نمی‌کنم روی یه چیزی، یه سری فکرای، سری ایده‌های، ببین من ذهنم ایده پرداز، خیلی ایده ها که میاد باعث میشه که ذهنم منحرف بشه از مسیر اصلی. اینو گفتم که حالا دوباره ویدیوی بعدی میام گزارش میدم که تو هم اگه تو این مسیر هستی و این مشکل رو داری حلش کن. باور کن متمرکز کار کردن رو هدفت، رو مسیرت خیلی بهت کمک میکنه. من اینو در واقع دارم به شما میگم، دارم به خودم میگم که حواسم باشه. خیلی ممنونم. این ویدیو اولمه، بدون هیچ تشریفاتی، بدون هیچ چیزی، بدون هیچ نور خاصی، بدون هیچ میکروفونی، حتی صدام شاید خوب نباشه ولی گفتم بگیرمش و از این به بعدم میگیرم، چون میخوام تو قید و بند هیچ چیزی نباشم، این ویدیوها رو بگیرم، برام مهمه. مرسی، خدا نگهدارتون. انشالله یه روزی میرسه که به این ویدیوها میخندم.